و البته که دوستای عزیز، من نمیخواستم که به خطاگی راه بتم، لیکن آدم به خطاگی نمیشود و اگر که من باور نمی داشتم از خودم و سرودی ملی را نمی دانستم از یاد، من روی صحنه نمی برآمدم. لیکن من نمیفهمم که چی گپ و چشم بندی بود، این چی بود که از سری من همین دوم مصرعی سرودی ملی گم شد. نمیفهمم، همش درست خوب تا به آخر من خواندم. راستی گپ بسیار در هیجان بودم، در امو حالت بسیار. وقتی همه سند نگاه میکنن خود در صحنه تک تنهایی پشت در، نه موزیک نه موسیقی نه هیچ، یک میکروفونی خالی و خودت. راستی گپ بسیار یک حالتی عجایب شد، خودم در حیرت ماندم از این حالت. نمیدونم چی بگم. لیکن امروزها داخل سامانه های اجتماعی می شویم یکی از سراینده تاجیک مهرنگار رستم هنگامی زمزمه کردن سرود ملی به خطاگی راه داده است. اما این به فایده همان بلاگرانه که همیشه در جستجوی عیب خطای مردم هستند به فایده آنها رسید و خوشبختانه این نوار در سامانه های اجتماعی خیلی مشهور گشت. آیا از این یگان فایده بر ما هست یا اینکه نه؟ السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و تماشابینان گرامی. من تنها امروز همچون استفاده برنده این سامانه های اجتماعی در یوتیوب، در اینستاگرام و در تیک تاک خواستم فکری خود را نسبت آن همین سراینده و نسبت آن همان بدبختانی که همیشه در جستجوی عیب مردم هستند این سخن صاحبی خود را می‌یابد. وقتی درباره این بدبختان گپ میزنیم، البته ما انسان هستیم، ما بنده هستیم. انسان به عیب و به کمبودی به خطا نمی شود. به عیب و به کمبودی به خطا تنها آن ذاتی که ما و شما را آفرید. همین خیال نه؟ بله، درست است. شما درست درک کردید. دوستان عزیز، اول عیب خود را بجوییم. میگن هر کسی که در جستجوی عیب خود است بهترین شخصیت در روی زمین است. اما متاسفانه وقتی شما از اکران تماشا میکنید، باور کنید این حسیات را هر که هم درک کرده نمیتواند. وقتی که شما بیرون از تلفن تماشا دارید، انسان به خطاگی راه داد، تمام به شما خدا داد، او را میگیرید و در سامانه های اجتماعی نشر میکنید. مهرنگار رستم یگان خویش و تبار من نیست و او را من تنها نوارش را دیدم، تمام. سراینده هست، چیزی هست به خودش. اما خواستم فکری خود را در این باره بگویم. از عیب و کمبودی های مردم جستجو کردن خوب است که شما عیب خود را بجویید. ای برادران، امروز سامانه های اجتماعی یک بازیچه شده است که حتی کودکان در آمده چی گپ ها و چی کارهای کرده استند. باید به منفعت مردم شود. اینترنت مانند کارد، یعنی کارچه هست که اگر به منفعت خود کار فرمانیم، یگان فایده خوب به دست ما می افتد. اگر کم خطاگی راه دهیم، شاید جای از جای ما را ببرد. به مانند کارد، به مانند کارچه تصور کنیم. امروزها جوانان با واسطه اینترنت دولت خود را معرفی کردند و آن چیزهایی که در دولت خود ساخته اند پیشروی هست، آنها را معرفی به دیگر مردم کرده استند. اما بلاگران ما چی؟ جوانهایی که حالا هم از عقل قرضدار هستند، خدا میگویند یک کس به دست افتد، دزدی کند، غری کند، زنا کند تا که آنها را نوار کنند. و کم مقصد از آنها چیست؟ آنها تنها یک مقصد دارند که این هم باشد کم نواری خود را در آن صفحه خود تماشابینش را زیاد کردن با مقصد لایک، با مقصد پرسماتور، با مقصد پاتریشی. اگر همین کارهای ما ذره بر نفس انسانیت برسد، باور کنید ما چقدر گناه میگیریم. و جایی که یک خطا عیب کمبودی مردم ما چیکار کنیم؟ پنهان سازیم. اما متاسفانه امروزها خیلی یک حالت خیلی عجیبی هست. این حالتی هست که همه شما درک میکنید، همه شما میفهمید. اینترنت شد، اینستاگرام شد، دیگر شرط نیست که شما هر آن چیزی که هست در سامانه های اجتماعی نشر کنید. باور کنید همان انسان هایی که همین کار را میکنند
در پیش 10 نفر حتی قرائت همان سرودی ملی را کرده نمیتوانند. در پیش 10 نفر وقتی انسان به صحنه میبراید، یک حسیات، یک ترس، یک وهم در قلب او جا می شود. این حالت را خودی من از سرم گذراندم. البته به مقصد سرود خواندن نه، بلکه به دیگر کارها. اما متاسفانه جوانهای عزیز، از همه شما خواهش، ما حق نداریم که نسبت یکدیگر بر نفس یکدیگر برسیم. ما باید کوشش کنیم که یگان شخصیت، یگان شهروند بیگانه دید بگوید من پیشروی در تاجیکستان. ما تنها سخن تاجیکستان به پیش را می‌دانیم، اما متاسفانه در سامانه‌های اجتماعی فقط غیبت و شرمندگی و شرمسازی ها پیش رفته ایستاده‌اند، اما بعضی کارهایی که بالا شوی دولت ما را نشان می‌دهد، بالا روی پرچم ما را نشان می‌دهد، متاسفانه روز تا روز به پایان خمیده ایستاده است. خدا نگهبان شما. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زاگرام پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند. و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار